یه مصاحبه‌ای از یه خانم 100 ساله میپرسن تا حالا حسرت چیزی رو خوردی؟ میگه راستش اگه میدونستم که قرار 100 سال عمر کنم، تو 40 سالگی میرفتم ویولون یاد میگرفتم و الان 60 سالی بود که داشتم ویولون میزدم. چقدر این جمله ساده، عمیق و پر از درس زندگیه. خیلی وقتا فکر میکنیم برای شروع دیر شده، اما واقعیت اینه که دیر نیست. اگه هنوز نفس میکشیم یعنی هنوز فرصت هست. شاید رویایی داشته باشی که مدت هاست تو دلت نگه داشتی، یا کاری که میخواستی انجام بدی ولی شروع نکردی. چقدر از چیزهایی که همیشه میخواستیم انجام بدیم رو گذاشتیم برای فردا، برای شنبه، اما اون فرداها و شنبه ها هنوز نیومده. امروز شاید همون روزیه که میتونی قدم اول رو برداری. پس بسم الله.